روزه یک حکمت پروردگار است که برای سلامتی انسان فایده دارد، اما اسلام امر میکند این در پنجم شرطش گفتگی است که در وقت افطار اون قدر پره نخورد که شکمش از حد زیاد، یعنی که بسیار بخورد طعامه، او قدر که بخوره که در تراویح خوندن در خیستن شیشتن دیگه معده اولاد بخوره، این قدر نی. در وقت افطار اندک بخوره روزش بشکایه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به یک خرما یا به 3 خرما گاه وقت روزه مبارک میشکایدن پیش از نماز شام، روزش بشکاید، بعد شام اندک تناول کند، تراویح به حضور دل سبک بخواند، بعدن بخورد، اختیار دارد. اما یک باره حریصانه به مثل این یک چیز از فعل حیوان است که وقتی که به بالای طعام خودش میبره سراسی و خوردن میگیرد، اندک خوردن لازم، بعد تراویح باز اندکی دیگر، این در سلامتی ما و شما بسیار مفید است و فایده دارد. ولذا قال علیه الصلاة والسلام ما من وعاء ابغض الی الله من بطن ملء من الحلال. کدام یعنی که از درد بدتر است به سوی پروردگار از شکمی که پر از حلال است. اگر چنده که طعام حلال هم باشد، نه اون قدر بخوری که او چکار کند شکمی تر معده ای ضرر داشت.